سلام علیکم، وقت بخیر فوتبالی های عزیز، بارسایی های عزیز. بازی های بارسلونا در این ماه در ماه مارچ میبینید که مقابل اتلتیکو مادرید 3-0 برنده شدیم، اما متاسفانه حذف شدیم از جام حذفی اسپانیا و اتلتیکو بلبائو بازی بعدی. بعدش نیوکاسل در لیگ قهرمانان اروپا، بعد دوباره در لالیگا با سویا بازی داریم، دوباره بازی برگشت مقابل نیوکاسل و در آخر بازی رایو وایکانو در لالیگا بازی داریم. 3 بازی دیگر در لالیگا در این ماه داریم و 2 بازی رفت و برگشت مقابل نیوکاسل در لیگ قهرمانان که البته ناگفته نمانه که بازی برگشت در نیوکمپ برگزار خواهد شد. نتایج بازی های دیروز را بررسی کنیم که دیروز 2-1 منچستر یونایتد مقابل نیوکاسل باخت، حریف ما در لیگ قهرمانان اروپا. 2 گل نیوکاسل را آنتونی گوردون و ویلیام اوسولا به ثمر رساند و کاسمیرو تک گل منچستر یونایتد را. و برد 4-0 چلسی مقابل استون ویلا با گلزنی، البته با هتریک ژائو پدرو و با گلزنی آقای کول پالمر و تک گل استون ویلا را داگلاس لوئیس به ثمر رساند. آرسنال دوباره با اندکترین نتیجه، یعنی با 1-0 تیم برایتون را از پیشرو برداشت. تک گل آرسنال را بوکای ساکا به ثمر رساند و تساوی بدموقع سیتی مقابل ناتینگهام. منچستر سیتی 2 بار جلو افتاد، هر 2 بار کامبک خورد و متاسفانه بازی خود را مساوی کرد. البته برای هواداران آرسنال میشه گفت خوشبختانه، چون که در این تصویر میبینید آرسنال 67 امتیازی شد و منچستر سیتی 60 امتیازی ماند، یعنی اختلاف امتیاز این دو تیم به 7 امتیاز رسید. و همونطور که گفتم برد جذاب بارسلونا با حذف تلخ از جام حذفی اسپانیا که آقای برنال دبل کرد با گلزنی در دقیقه 23 و 73 و رافینیا از روی نقطه پنالتی دقایق وقت اضافه نیمه اول با پنالتی گل خود را به ثمر رساند. و در آخر برگشتن لوا به تمرینات، البته با ماسک. ایشان بازی مقابل اتلتیکو مادرید را از دست داد که بی تأثیرم نبود، چون آقای فران تورس 2 موقعیت 100% را از دست داد مثل همیشه و قشنگ نبودی آقای لواندوفسکی در این بازی احساس می شد. شاید اگر لواندوفسکی می بود گل 4م را می زدیم و شاید حالا در فینال بودیم. به هر حال رسیدیم به آخر ویدیو. شما را به خداوند یکتا و منان میسپارم تا ویدیوی بعدی. خدایا نگهدارتان.